یک قصه دیگر از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که ما و شما الحمدلله افتخار داریم، میگه ما در مذهب کی هستیم؟ در مذهب امام اعظم. حضرت نعمان ابن ثابت میگفتن نام حضرت امام اعظم نعمان است. حضرت میگه در همسایگیش یک شخصیت یهودی زندگی میکرد. اون یهودی میگه عادت داشت دایم حضرت امام اعظم یعنی آزار میداد، تحقیر میکرد، سرزنش میکرد، در بین مردم بد میگفت. روزی میگه این یهودی از خانش بیرون شد، میگه آمد به خاطر حضرت ناراحت کردن، به خاطر حضرت تحقیر کردن، آمد میگه در دروازه حضرت امام اعظم زد، در دروازه زد. البته هر کدام ما را یک کس اگر در درمون بزنه در حال میریم میبینیم کی باشه، چی میخواسته باشه. وقتی در دروازه حضرت امام اعظم میگه این یهودی زد، حضرت میگه آمد در کشاد، دید که همسایه یهودیش. گفت فرما همسایه چی میگفتی؟ بپرس یگان پرسیدنی بودی، یگان خدمت بود؟ میگه این یهودی گفت من تو را نمیگم. در درش زده است، میگه تو را نمیگم، تو در من در کار است، من با دیگه کس کار دارم. سبحان الله. حضرت میگه گشت در خانهش درام، من چیزی نگفت. دفعه دیوم میگه در دروازش زد، دفعه دیوم حضرت امام اعظم برآمد، گفت چیزی میگفتی برادر؟ گفت نه من تو را نمیگم، با تو کار ندارم. گفت دوباره حضرت میگه در خانهش درآمد، دفعه سوم زد. در این حالتی درنگ برنگی که در دروازش میزد، میگه مردم در نزد دروازه حضرت امام اعظم جمع زدن. تا این بدبخت چقدر حضرت غم میداده باشه، ناراحت میکرده باشه، مردم همه جمع زدن. حضرت میگه از در بیرون شد، دفعه سوم. وقتی بیرون شد گفت چیزی میگفتی؟ گفت البته را سوال دارم، میخوام که سوالام جواب بگوی. حضرت گفت اگر بدانم گفت جواب میگفت. سوال چی است؟ گفت دو سوال دارم. یکم سوالم همین است که نجاست چی مزه داره؟ نجاست انسان، نجاست غلیظه غوث، نجاستی که انسان حاجت میروه، همون چیزا پرسید. گفت ای امام مسلمان ها، ای نعمان، گفت نجاست چی مزه داره؟ حضرت امام اعظم گفت که نجاست وقتی انسان کودک باشه گفت ترش است، وقتی کلان شود تلخ می شود. میگه این شخصیت گفت که تو نجاست خورده که مزهش میدانی. یهودی گفت. حضرت امام اعظم گفت من نجاست نخوردم. گفت از تاریخ ها و از کتاب ها خواندم که چنین مزه داره. گفت بگذار، جواب قبول کردم. گفت دویم سوال دارم. گفت دویم سوال چی هست؟ گفت دویم سوال همین است که همین همسایه ها و مردم میگن که مادر داری، مادرت بسیار بزیب است. حضرت امام اعظم گفت دادی خدا. گفت مادر تا میگن قامتی بلند داره. گفت دادی خدا. گفت مادر تا میگن شکمش سفید است. گفت دادی خدا. گفت مادر تا میگن موهای سیاهی دراز داره. گفت دادی خدا. برادر عزیز سوال اگر از ما بپرسن چه جواب میگفته باشه؟ آیا طاقت صبرش داری یا نداری؟ در تمام سوالش میگه حضرت امام اعظم گفت دادی خدا. در آخر این یهودی چی گفت؟ گفت وقتی که مادرت اینقدر بزه باشه، اینقدر حسن و خوبی داشته باشه، مادرت به من نمیتی؟ مادرت در نکاح من نمیدراری؟ حضرت امام اعظم گفت مادرم مکلف است. گفت مادرم کلان است، به عقل است، اختیار در دست خودش است. میپرسم اگر بخواه گفت میتی مادر من، اگر مادر راضی باشه بگذار بکنه بیتیمش. حضرت امام اعظم میگه از دروازه جانب خانه در آمدن، کله این کافر میگه سر این کافر از گردنش جدا شد و پرید، میگه دور پرید. میگه یگان شخصیتی نبود که مقصد گردنی رو از سرش شمشیر قطعی بزنه پرانه. سر این یهودی میگه از تنش جدا شد و پرید. مردم فریاد کردند نه این نعمان امام اعظم بیرون شد، چی حادثه است، این چی واقعه است؟ حضرت میگه از دروازه بیرون شد، با سوی مردم گفت که این شمشیر صبر من بود که کله را از تنش جدا کرد. این شمشیر صبر من بود، در این قدر سخنهای سخت، در این قدر گپهای قبیح بد ایمان صبر کردم، شمشیر صبر من کله را از تنش جدا کرد. ببینید برادر عزیز که ما و شما باید از این بزرگوارها عبرت بگیریم، ما باید از اینها نمونه داشته باشیم.